پایان هفته گذشته در شهر وارشاوا پایتخت پولشا یکباره سه توی توجیک‌های مقیم اروپا برگزار شد. روز 19 ایون عبدالستار بابایف معروف به ایشان عبدالستار رهبر کمیته نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان پسرش را خانه‌دار کرد و همزمان دخترش را به شوهر داد. روز 20 ایون فیروز محمدعلی پسر سیاستمدار زندانی محمدعلی حیات نیز در وارشاوا ازدواج کرد. بنا به اطلاع دریافته در پایان هفته گذشته بسیاری از رهبران عمده اپوزیسیون تاجیک در اروپا برای اشتراک در این توی‌ها به وارشاوا ریخته بودند. از جمله رئیس پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیک همراه 5 فرزند و دیگر اعضای خانواده‌اش به تبریک فرزندان ایشان عبدالستار و فیروز محمدعلی به پایتخت لهستان آمده بود. در ویدیویی که بلاگر تاجیک مقیم اروپا منوچهر کوهستانی از توی فرزندان ایشان عبدالستار در اینترنت نشر کرد و یک پاره‌اش را به پایگاه خبری بامداد نیز فرستاد، دیده می شود که او برای پسر و دخترش توی پرشکوه برپا کرده، از جمله برای شو و عروس یک لیموزین سفید درازیش 12 متر کرو کرده است. در ویدیو دیده می شود که جوانهای تاجیک مقیم اروپا در جریان توی تلاش دارند تا عنعنه‌های ملی را رعایت کنند و از جمله داماد را اماکسه بالای دستها برداشته به هوا میپرتویند و برای پایانداز داماد نیز خیلی کشاکش میکنند. ایشان عبدالستار در صحبت با بامداد گفت توی فرزندانش را با اشتراک 300 میمون در طرفخانه بخارا که زادگان تاجیکستان در وارشاوا تأسیس دادند دایر کردند. ایشان عبدالستار گفت با یکی از تاجیک‌های لهستان خدا شده است. ایشان عبدالستار که زاده کولاب است، سال 2015 بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرد و به اروپا پناه آورد. او با فرزندانش در لهستان به سر میبرد. در عموم در سالهای آخر حدود 10,000 نفر از شهروندان تاجیکستان به کشورهای اروپا پناه آوردند. یک بخش اعظم آنها طرفداران سازمانهای اپوزیسیونی و جریانهای مذهبی در تاجیکستان ممنوع و مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 و سلفیه می باشند، ولی در بین پناهجویان تاجیک در اروپا آنها نیز زیادند که به خاطر رسیدن به یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان راه اروپا را پیش گرفتند.